روش طبخ این غذا براتون آشناست اما طعمش متفاوت و جدیده. روی 5 عدد کدو رو با چنگال خط بندازید و هر کدوم رو به قسمت‌های مساوی برش بدین. داخل کدوها رو با قاشق به این صورت خالی کنین. 1 پیاز نگینی خرد شده رو با کمی روغن تفت بدید تا سبک و طلایی بشه. 300 گرم گوشت چرخ کرده اضافه و تفت بدید. مغز کدوها رو هم اضافه کنید. اجازه بدید کدو نرم و پخته بشه. نمک، فلفل، پودر سیر، زردچوبه از هر کدوم نصف قاشق چایخوری، 1 پیمونه برنج آبکش شده، 1 قاشق غذاخوری گشنیز ساتوری شده اضافه و مخلوط کنین. کدوهایی که داخلشون رو خالی کردید و از مواد پر کنین. کف قابلمه رو ابتدا سیب زمینی، بعد کدوهای پر شده رو بچینید و در آخر روی هر کدوم 1 برش گوجه فرنگی بذارید. یه سس ربی درست کنید و روی کدوها بریزید و درش رو ببندید. بعد از اینکه دلممون با حرارت ملایم پخته شد، روی دلمه ها برگ گیشنیز بذارید و میل کنید. نوش جان.